شرکت ملی بوکمکری فرمولا 55 چند پیش با کمیته ملی المپیک کشور جهت دستگیری مالیوی ورزشکاران قرارداد همکاری به امضا رسانیدند و در دایره همین قرارداد 10 ورزشکاری موفق در رشته المپی با تحفه‌های پولی و داروهای ورزشی قدردانی گردیدند. به همین مناسبت در مجلسگاه کمیته ملی المپیک کشور نشست خبری دایر شده. در آن نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی دلشاد نظرف، دیرکتور گنرالی فرمولا 55 بهرام پوچاев، ورزشکاران و نمایندگان وسایط اخبار عامه شرکت کردند. نخست نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی دلشاد نظرف سخنرانی نموده در رابطه با دستگیری مالیوی ورزشکاران از جانب شرکت فرمولا 55 ابراز نظر کرد و همزمان قید کرده شد که در سال میآمد یعنی سال 2024 بازی‌های المپی دایر می شود و امیدواریم که پرچمبرداران ما از این مسابقه سطح بانفوذترین جهانی نتیجه های نظررس رسایی می شوند. همچنین از جانب روزنامه‌نگاران با ورزشکاران و نمایندگان کمیته ملی المپی یک چند سوال ها پیشکش کردید. ما امروز خیلی خوشحال هستیم که شرکت فرمولا 55 با کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان شرطنامه به امضا رسانیده است و در دایره این شرطنامه با بهترین ورزشکارانی که پرچمبردار ملت هستند دولت و ملت را در عرصه بین المللی معرفی میکنند کمک میرساند. با قطار 10 ورزشکاری که قدردانی گردیدند بهادر عثمانوف برنده مدال برنجی چمپیونات جهان و غالب شام باکس در شهر دوشنبه، دولت بولتاєف برنده مدال طلای بازی‌های 19 آسیایی در شهر هانژوی چین و صاحب رخصت به المپیاد پاریژ 2024، تیمور رحیموف از نماد گشتین جودو دارنده مدال نقره بازی‌های 19 آسیایی در شهر هانژوی چین و جایزه‌دار چندین مسابقه‌های سطحی بین المللی دیگر. همزمان ورزشکاران دیگر با مانند میجگان صمد و جایزه‌دار مدال برنجی بازی‌های 19 آسیایی و صاحب اولین رخصت به بازی‌های المپی پاریژ 2024، شهریار دامین و از رشته قایقرانی فیروز میرزا رجبوف از نماد گشتین یونان و ریمی، وطن سلطان شکرشای و از رشته گشتین طرز آزاد و فاوریز مزرپوف از نماد ورزشی سبک اوید به دویدن، بهروز خوجازاده و کامرانشاه اوستوپیریان از نماد گشتین جودو شامل شده در یک فضای تنتنوی به هر یک ورزشگر در حجم 10,000 سومانی مبلغ تقدیم کرده شد. قابل قید است که بهروز خوجازاده و کامرانشاه اوستوپیریان همراه هیئت منتخب جودوی مملکت در خارج کشور مشق‌های دسته‌جمعانه می‌گذرانند و تحفه‌ها به نمایندگان این ورزشکاران سپرده شد. بعد از بازی آسیایی در شهر تاشکند ازبکستان در مسابقه بین المللی بین چند دولت بود که در آنجا سزاوار جای اول گشتم. چگونه که میگویم باز در آنجا تیتول را در بین بانوان بهترین ورزشکار من در آنجا گرفتم. تشکر خود را به شرکت فرمولا 55 رساندنی هستم که از ما ورزشکاران را دستگیری میکنند که ما خوبتر و بهتر به مسابقه بین المللی و بازی آسیایی سفر بر کرده.